در این مسیر رانندگان خطسیر رقم 2 شهری کلوب به مسافرکشانی مشغولند. جدول کار و کرایه راه را در آن جمعیت دلیر اسماعیل تنظیم کرد. حالا پروانه این جمعیت به آخر رسیده، دیگر باره آن را دراز نکرده اند و راننده ها در اینجا جمع آمده میخواهند اجازه کاری جمعیت دلیر اسماعیل تمدید شود. در 4-5 سال کار کردیم بارابری همی برایم یگان کم بودی نیست، همه وقت دستگیری میکنن و همین تعریفی که پول میسپاریم اندکای خوب یگان تام قصول یگان کم نبود، همون کار نیست. پروانه کاری جمعیت دلیر اسماعیل آخر ماه می به پایان رسید. پیش از این وزارت نقلیات آزمون اعلان کرده است. در این آزمون جمعیت مسافرکشانی عبدالستار ا پیروز شده است. قرار است از این به بعد مسافرکش ها به این جمعیت شرطنامه بندند. اما رهبر جمعیت دلیر اسماعیل گفت آزمون را بدون آگاه کردن او گذرانده اند. 4 ماه که همی ترمینال کلوب انا آزمون اعلان کردن، درک ندارم ما ای آزمون. خطر ما زیاده 20 سال فعالیت دارم. خطر ما جدمی من برهم داده است. رهبر جمعیت دلیر اسماعیل با نشان اعتراض به دادستان کلوب نامه نوشته است. دادستان در پاسخ گفته است که از جانب کمیسیون غالب آزمون جدمم عبدالستاری است. با گفته دادستان از این سبب حالا خطسیر به جدمم عبدالستاری وابسته شده است. اما ناراضگی رانندگان خطسیر در آن است که نرخ و نوای شرکت نو کمی بالا است. با گفته رانندگان از همین سبب آنها میخواهند که با جمعیت دلیر اسماعیل همکاری کنند. خیلی میگن با مغزل بیا چی کن شهرنامه خیلی شهرنامه 260 ما موجه 100 میسپرد خیلی ما یک ارزان باشه بخور دم نیسته رفتن اومدن خیلی کم ترک. در کلوب جمعیت های خصوصی مسافرکشانی خطسیرها را تنظیم میکنند. رانندگان طریق شهرنامه به این جمعیت ها وارد میشوند. اما باری اول نیست که قرارهای ناگهانی اعتراض رانندگان را به بار میآورد. هر دفعه از آن حیران میشوند که چرا جمعیت انتخاب شده است که به جای ارزانی آوردن نرخ‌ها را بالا میبرد. کلوب سومین شهر بزرگ تاجیکستان در اکثر خطسیرها تنگیم‌ها به ساکنان خدمت میکنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.